خب به نام خدا درس خدا شروع میکنیم. یه بار میفهمین انشالله. تمپلیت نو گرفتیم، اون دیفالت متریک است. اون خیلی چند دفعه باز میشه. خب دیروز آپشن بالا کار کرده بودیم. تا کدام قسمت کار کرده بودیم؟ تا چای نخواندیم. این آپشن های دیگهش مانده بود نه؟ خب وقتی که ببینین آپشن والا گرفتین یا ایش براتون گفته بودم مودیفای دیگه خب وقتی که آپشن والا گرفتین این آپشن هایش براتون گفتم. این آپشن های دیگه باقی مانده ش براتون میگم. ولی اولین گزینه که اینجا وجود داره ببینین لاین است. لاین اگر خواسته باشین دیوالتون رو به شکل خط رسم کنین، شکل خط مستقیم باشه، هر قسمی که باشه. اگر خواسته باشین دیوالتون رو به شکل خط رسم کنین میتونین از گزینه لاین استفاده کنین. ببینین لاین رو ما سلکت کردیم. اینجا وقتی که دیوال رسم میکنم به شکل لاین برام رسم میکنم. صحیح است؟ قسم دیوالی که خواسته باشم به شکل لاین برام رسم میکنم. گزینه دوم اینجا است رکتانگل. خواسته باشین دیوالتون رو به شکل چهارزولی رسم کنین. فقط دو نقطهش مشخص کنین به شکل چهارزولی براتون دیوال رو ترسیم میکنم. خواسته باشین که یک دیوال رسم کنین، یعنی به شکل چهارزولی دیوار رو براتون رسم کنین. خب گزینه سومی اینجا وجود داره به نام ارک یا قوس. اگه خواسته باشین دیوالتون به شکل قوس باشه، اینجا گزینه ارک انتخاب میکنین. قوس مانند ببینین، کلیک میکنم. اول نقطه اولیش انتخاب میکنین، نقطه آخریش و شوایش به حساب انتخاب میکنین یا نقطه وسطیش انتخاب میکنین، کلیک میکنین. دیوال به شکل قوس براتون رسم کنید. اگه خواسته باشین 3D از یارو ببینین، ببینین شکل قوس مانند براتون ترسیم کرده دیوال. ارتفاعش نک دیگه وقتی ترسیم میکنه دیگه ارتفاعش اینجا تعیین میکنی. صحیح؟ فعلا 8000 میلیمتر است. اگه خواسته باشی کم باشه مثلا 3000 باشه یا 3 متر باشه، یعنی حالا ما ترسیم کنیم ببینید دیگه میگیرم. فرض مثال بیایم در 3D ببینم. صحیح؟ ارتفاعش خودتون شوایش بگیرین به حساب. شوایش از ساده است دیگه. ببینید یکی از لیولا قرار میگیرین. وقتی که دیوال گرفتین میفرمایید. وقتی که دیوال گرفتین میتونین با دو طریق کار کنین. میره میتونین قوس رسم کنین، دیوال به شکل قوس رسم کنین، بعد از او شوایش تغییر بدین. ببینید این دیوال ما رسم کردیم فعلا، یعنی این شوایش است نه. میتونیم در اینجا قیمتش تغییر بدیم. رسمش تغییست. اینا ما میخوایم قیمتش تغییر بدیم. فعلا شوایش تقریبا گرفته در اینجا 17 متر. صحیح است؟ 17 متر گرفته، یعنی 17243 میلیمتر است. 17 متر. میخوایم که زیاد باشه از این، مثلا میخوایم 25000 باشه، 25 متر باشه. من قیمتش تغییر دادم، یا کلیک میکنم ببینید قیمتش تغییر میده. صحیح است؟ میتونم پیش از اینکه را ترسیم کنم در اینجا وقتی گزینه بالا انتخاب کنم، اینجا ارگ انتخاب کنم، در اینجا ببینید در این کنجا که یک آپشن است به نام ریدیوس یا شوا. میتونین امیر انتخاب کنین. شوایش فعلا 1000 گرفته، 1 متر، یعنی من میخوایم 5000 باشه. فرض مثال در اینجا کلیک میکنم، اینا 5000 فیکس بر من رسم میکنه. با این طریق میتونیم کار کنیم. خب گزینه بعدی که اینجا وجود داره لاین خواندیم، رکتانگل هم خواندیم، ارگ هم خواندیم، پلیگون است. صحیح؟ خواسته باشین دیوالتون به شکل پلیگون رسم کنیم. وقتی که کلیک کردین ببینید اینجا گزینه فعال میشه سایدز، یعنی ازلایش چند زل داشته باشین پلیگونتون. فعلا ببینید که من رسم کنم 6 زلی بر من رسم میکنه، شکل 6 زلی بر من رسم میکنه. ببینید اینجا کلیک میکنم، وقتی که رسم کنم ازلایش حساب کنیم، ببینید 1 2 3 4 5 6. اگر خواسته باشین که 6 زلی نباشه، فرض مثال 8 زلی باشه، ازلایش تعداد ازلایش تغییر میتین، اینجا رسم میکنم براتون. ببینین وقتی ما کلیک کنم ازلایش حساب کنین 8 زل داره. صحیح است؟ اینی گپای دیگه شه که اگر محیطی باشه و محاطی باشه یا خواندن گپایش است. خب در اینجا گزینه دیگه که در اینجا وجود داره
سرکل است. اگر خواسته باشین دیوالتان به شکل دایروی رسم کنین، اینا به شکل دایروی. اگر خواسته باشین 3D ش ببینین، من 3D اینا به شکل دایروی براتون رسم کرده. صحیح است؟ پس در یکی از لیول ها قرار میگیریم. زیاد بیرو بارک شد اینجا یک میکنیم. گزینه‌های دیگه ش خودتان کار میکنید یا براتون بگویم کلش؟ بگویم براتون. خب اینجا اینی را کار کرده بودیم، اینی را کار کردیم پیشتر نه؟ با شکل قوس مانند براتون دیوال رسم میکنم. ببینین این گزینه پایین که وجود داره arc from center and end points. اینجا براتون همون کارا میکنه. اما فرقش این است که اینجا شما باید اول وقتی که دیوالتون رو رسم میکنین به شکل قوس، اول باید نقطه وسطی را انتخاب کنین، باز نقطه نقطه‌ای که در می آخر نقطه بغلیش باز انتخاب میکنین. ببینید مثلا مدرک سر کلیک کنم، اینجا اینی نقطه وسطش انتخاب کردم. صحیح است؟ سنترش اول انتخاب میکنین، بعد از این نقطه دست راستش مثلا شکل خاصه باشین، اینجا باز نقطه سومیشه اندشه کلیک کنم. میبینید دیوال بر ما رسم میکنه. اما کارا میکنه، فقط فرقش است که از اینجا شروع میکرد باز نقطه آخری را باز وسط، یا از اول وسط باز نقطه اندشه و شروع چیشه. خب گزینه دیگه که اینجا وجود داره تانجانت ارک. صحیح است؟ این کجا به دردتان میخوره؟ کجا از این میتونید استفاده کنید؟ ببینید تا یک چی دارین، ارک دارین نه؟ تا یک دیوال به شکل قوس مانند دارین، میخواین که به امتداد از این دیوال رسم کنین. اینجا مجرد که من سر ازی کلیک کنم ببینید دیوال به امتداد ازی بر من رسم میکنه. تحت هر شوهایی که من خودم خواسته باشم رسم میکنه، بعد از شوهایش تغییر میدم. مثلا میخواین که به اینی ترتیب بر من یک دیوال رسم کنه فرض مثال. صحیح است؟ اینو به اون ارتباط براتون رسم میکنه. و گزینه آخری که اینجا وجود داره فلت ارک است. این با چی معناست؟ وقتی سر ازی کلیک کردین خواسته باشین که این دیوال همین کنجایش با هم بچسبانین، نه وصل کنین. اینجا ما میخوایم که اینی را به اینی وصل کنیم، این کنجش به اینی کنجا وصل کنیم. ببین اول اینی را انتخاب میکنیم، این را انتخاب کردیم فلت ارک، این را انتخاب میکنم، باز اینی را انتخاب میکنم. حالا میخوایم که این را بر ما وصل کنم. چرا کار نکنه؟ خب میخوایم که اینی را با اینی بر ما وصل کنم. چرا نکنه؟ چیش انتخاب نشد؟ مثال اینی را چرا کار نمیکنه؟ این قسمت وصل شد. همچنان این کار را میکنم. مثالی خواست دیلیت میکنم. میخوام که اینی دوش وصل کنم. لتر که انتخاب میکنم. میخوام که اینی را با اینی وصل کنم. صحیح است؟ چرا نمیکنم کار؟ اینی بغل اینی وصل کنم. صحیح است؟ اینا وصل شد. تانجان درگه براتون گفتم یک سنو باشه با براتون کار کنم. اینجا دیلیت میکنم. خب دیوال گرفتم. نه صحیح است؟ دیوال گرفتم. میخوایم که به امتداد ازی به شکل یک تاو پیچ نه با یک دیوال رسم کنیم. اینجا کلیک میکنم. فکر میکنم در وقتی که لاین به شکل دیوال به شکل لاین باشه دو وقت انتخاب کار میتونه نمیتونه خب باشه باید کار بده. دیروز خب کار داد دیگه نه کار میتونه. صحیح است؟ اینو به شکل اگر بخواید 3D ش ببینین سر 3D کلیک کنین. صحیح است؟ پس من یک از لیولا قرار میگیریم. اینا کار کردیم. خب سه تا براتون گفته بودم نه؟ اینا براتون گفته بودم. فقط من ریدیوس در اینجا
از استفاده کردیم پیشتر. اینجا دیوال انتخاب کردیم، شوهایش پیش از اینکه ترسیمش کنیم شوهایش قیمتش دادیم و به مو شوها بر ما ترسیم کرد. اگر دایره بود، اگر ارک بود، هر چیزی که بود. نه اما وقتی که ما لاین بگیریم باید اینجا یک فرض مثال یک چارزولی را کار کنیم. نه من اینجا من رکتانگل میگیرم، چارزولی را کار میکنم. می کنجای از این را ببینین به شکل مستقیم است، یعنی ما میخوایم که این کنجایش گل بسازم به شکل کرو بیاینه. در این صورت باید ما چی کنم؟ در اینجا باید این ریدیوس فعال بسازم. وقتی که ریدیوس فعال ساختم فعلا مثلا این 5000 است، من میخوایم که 1000 باشه، یعنی 1 متر. وقتی که حالا ما یک پنزولی را یک رکتانگل را رسم کنم ببینین. خب کنجایش متوجه باشین. میذارم که من سر کلیک کنم کنجایش دیدین صحیح. اگر خواسته باشین که شوهایش ببینین که تحت کدام شوهایی نی که سر زمین کلیک میکنین شوهایش براتون نشان میده. 1000 صحیح. این گپای بود درباره وال. فقط یک گزینه اینجا مانده element properties. نه اینا براتون دیروز گفتم یک کمی بحث طویل از دیگه براتون باز پسان یارو که کار کردیم باز اینا براتون کار میکنم. براتون دیروز گفته بودم خود روز حالی کلش خلاص کردیم پیکلاین براتون گفته بودم اون کارا رو میکنه، فقط فرقش است که آفست میگیره براتون از اون دیوال. اینا دیگه گزینه‌هاش هم گزینه‌است سنتر لاین است و لول یک از کدام لول شروع شود، هایتش چند باشه و موقعیت ترسیم کننده در کجا باشه، آفست به کدام فاصله آفست میگیریم. صحیح یا لول هم کار کرده بودیم دیروز هم براتون گفته بودم. خب ما در اینجا element properties ببینید. element properties براتون دیروز گفتم وقتی اگر شما ببینید اینجا انواع مختلف دیوالا وجود داره، شما یک دیوال کار دارین که در این لیست قرار نداره فعلا. مثلا یک دیوال شما کار دارین که 35 سانتی عرضش باشه، نه ضخامتش 35 سانتی باشه، اما در اینجا فعلا وجود نداره. ما میخوایم که به اون خصوصیات یک دیوال خودم ترسیم کنم به خود. در این صورت باید از element properties استفاده کنم. اگر خواسته باشین که دیوال چندین قشره باشه، نه مثلا دیوال از 3 قشر تشکیل شده، قشر خارجیش پلاستر باشه، داخلیش خود دیوال باشه، خشت باشه و خارجیش هم پلاستر باشه، نه 3 قشره باشه. باز از این طریق میتونین که کل تنظیماتش در element properties کار کنه. خب میذاره که مثلا element properties کار کنم، اینی باکسک برام باز میشه. element properties نمی اولی ببینید element properties است. در اینجا اینی گزینه‌ای که در اینجا فعال است، این وقتی که در این تغییرات بیارین این در اصل دیوال تانیش تغییر نمیاره. این فقط این تغییرات را در روی صفحه این دیوالای که است یا ترسیم میکنه در اونجا براتون تغییر میاره. با چی معنی؟ اگر انتخاب ببینید به دو طریق میشه. اگر خواسته باشین که دیوال اول دیوال انتخاب کردین نیش ترسیم نکردین تا بالا، ببینید از اینجا برین چیایش تنظیم کنین، آپشنایش تنظیم کنین، بعد از کار کنین هم صحیح. اگر خواسته باشین که دیوال ترسیم است، من میخوام که در این تغییرات بیارم، اینا انتخاب میکنین، سلکت میکنین، میفهمین اینا سلکت میکنم، بعد از element properties بازم فعال میشه. تنظیم کلیک میکنیم، بعد از این میتونیم که این تنظیماتش تغییر رو تبدیل کنیم. صحیح. قال اول دیگه تراس که اول برتن دیگه یک دیوال ترسیم کنم، بعد از شما ببینین که خوبتر باز ان شاء الله میفهمید. مثلا یک دیوال از اینجا ما این دیوال ترسیم کردیم. صحیح. دیوال ترسیم کردیم، حالا من این سلکت میکنم، میخوایم element properties تغییرات بیارم. سر این سلکت کردم، میرم سر element properties، از کلیک میکنم. خب این گزینه‌ای که غیر فعال است یارش نمیکنم، از خاطر که این کار مونامه، فقط گزینه‌ای که فعال است و میتونیم تغییرات دیش بیاریم درباره از گپ میزنیم. خب اولی گزینه‌ای که اینجا است لوکیشن لاین است. صحیح. لوکیشن لاین دیروز براتون گفتم موقعیت ترسیم کننده براتون نشان میده. موقعیت اون پنسل در وقت ترسیم براتون نشان میده، مشخص میکنه سنتر لاین باشه یا در وقت ترسیم موقعیت پنسل در داخل دیوار قرار بگیره، خارج دیوار قرار بگیره. نه اینا براتون گفته بودم. گزینه دوم اینجا وجود داره به نام بیس کانسترینت است. این چی معنی است؟ این معنی است دیوار شما رسم کردین، این براتون نشان میده اینجا که دیوار در کدام لیول قرار داره. فعلا میبینید من در لیول 1 قرار دارم. صحیح. اینجا بر ما مشخص شده که این دیوال در لیول 1 ترسیم شده. ما میخوایم که صحیح ما در لیول 1 قرار دارم، اما ما میخوایم که دیوال ما در لیول 1 نباشه، در لیول 2 باشه. امیر تغییر میتیم به لیول 2. به خاطر که دو دانه لیول فعلا دارم. نه اگر لیول های زیاد باشه اینجا باز ما لیول ها باز میتونیم که در میار لیولی را
تغییر مکان بکنید دیوالتان. مجرد که من سر کلیک کنم این فعلا در لیول 2 قرار داره. ببین از لیول در لیول یکی چیز نیست. من در لیول 2 برم ببینید اونجا دیوال قرار بگیره. صحیح است. خواسته باشم از یکی از الیویشن های را ببینم ساعت قرار میگیره. میبینین دیوال در لیول 2 قرار داره. در لیول اولی رو ترسیم کرده بودم میره وزیر تغییر مکان دادم. خب در اینجا گزینه سومی که در اینجا وجود داره بیس آفست است. این چی معنی است؟ باشین که اینا پس در لیول 1 وقتون بیارم. این در لیول 1 باشه. صحیح است. در لیول 1 قرار داره می دیوالتون فعلا. صحیح است. من پس به لیول 1 تغییر دادم آوردم بس لیول. اینا دوباره انتخاب میکنین. گزینه سومی که در اینجا است ببینین بیس آفست است. صحیح است. بیس آفست به چی معنی؟ فعلا 0 است. به این معنی است می دیوالتون که رسم کردین این فعلا بالای لیول 1 قرار داره. یعنی از لیول 1 هیچ فاصله نداره. مستقیم با لیول 1 چسبیده. صحیح فاصله نداره. اگر خواسته باشم که یک کمی از لیول 1 بلندتر قرار بگیره یا لیول مورد نظرتون بلندتر از قرار بگیره اینجا قیمت برش میدم. فعلا 0 ببینید هیچ فاصله بینشون وجود نداره. چسبیده به لیول 1 است. ما میخوایم که فاصله 30 سانتی بلندتر از لیول 1 قرار بگیره 300 میلی. صحیح اوکی میکنم. دیگه متوجه باشین که مجرد کلیک کردم من صحیح است. خواسته باشیم بر چی بخواه فرض کنیم که 300 نباشه 600 باشه دیگه ایره بالا میبره. فهمیدین ایره؟ خب می دیوال پس انتخاب میکنم. گزینه بعدی در اینجا تاپ کانسترین است. ایره براتون در اینجا هم کار کرده بودم اگر فکر کنم یادتون باشه. گزینه که از لیولشون قرار بگیم گزینه والا که انتخاب کردین در اینجا اینی گزینه هایت بود نه. در اینجا لیول 1 بود لیول 2 بود نه. گزینه تا کدام لیولی ارتفاع داشته باشه همین دیوال تو. پس اگه از لیولشون قرار میگیره بیرون این تشریح میکنم خاطر میکنم. انتخاب میکنم در element propertiesش میرم. در اینجا ببینین فعلا این کانکتد است. یعنی فعلا ارتفاع دیوالتون 3 متر است. صحیح است؟ 3 متر در نظر گرفتیم. اگر خواسته باشین که ارتفاعش تغییر بدین فعلا 3 متر است. ما میخوایم که 6 متر باشه. اوکی میکنم. ببینین ارتفاع دیوالتون تغییر کرد. پس میریم در اینجا پایین متوجه باشین که این گزینه تاپ آفست غیر فعال است نه. مجرد که مثلا از اینجا لیول اپ تو لیول 1 اپ تو لیول 2 اپ تو لیول 1 خو انتخاب کردن نمیتونم به خاطر که فعلا ما در لیول 1 قرار دارم. باید ارتفاع رو براتون دیروز گفته بودم وقتی که ارتفاع میتین در لیولی که قرار دارین دیوالتون در لیولی که قرار داره باید بلندتر از این دیوالتون ارتفاع بدین. یعنی لیول 2 رو ما فعلا میگیرم. لیول 2 رو که گرفتم ببینید اینجا گزینه تاپ آفست فعال شد. صحیح؟ خب اگه فعلا 0 باشه ما کلیک میکنین ببینید این ارتفاعش تا لیول 2 تنظیم شد. خواسته باشم که اینی گزینه چی کار میکنه. اینجا تاپ اینجا برشان مشخص کردن که دیوالتون تا تاپ لیول باشه نه ارتفاعش تا تاپ لیول یا تا لیول 2 باشه. ما میخوایم که صحیح تا لیول 2 باشه اما از لیول 2 همچنان به یک ارتفاع من اینجا ارتفاع قیمتش هم میتون به یک ارتفاع من از لیول 2 بلندتر قرار بگیره. مثلا ما میخوایم که به ارتفاع فرض کنین 800 میلی یا 80 سانتی بلندتر از لیول 2 قرار بگیره. صحیح اپ تو لیول 2 باشه و بلند تقریبا 80 سانتی بلندتر از لیول 2 قرار بگیره. مجرد که سر کلیک کنید متوجه باشین که تغییر میکنه. صحیح واسه باشین ببین که 800 است اینجا دایمنشن هم میگیرین با زیر نظام میکنین راستی 80 سانتی می ارتفاع را گرفت یا نه. خب تو اینجا که سوال دارم فهمیدین؟ خب و اینجا کدام گزینه دیگه نداره دیگه کارشون غیر فعال است تغییرات هم نمیتونیم آورده. خب این را کار کردیم بخیر ما خدا داریم. خب حال من سر اینجا ببینیم گزینه ادیت نیو فعال است. این به ایمان است وقتی که شما همین دیوال خوشتان آمده ببینید دیوال فعلا از جنریک 200 میلی متر میخواین که این دیوال این نوعیتش خوشتان آمده میخواین خودتان یک دیوال با یک ضخامت دلخواهتان ترسیم کنین چی باید بکنین؟ از اینجا سر ادیت نیو کلیک میکنین. سر ادیت نیو کلیک میکنین اینجا براتون میگه که این فعلا دیوال انتخاب کردی 200 میلی متر است جنریک 200 میلی متر است. صحیح
وقتی حالا اگر من اینجا تغییرات بیارم، این تغییرات کلش در دیوال 200 جنریک 200 میلیمتر از تغییرات وارد میشه، یعنی این را ریپلیس میکنه. اما ما میخوایم که نه این دیوال جایش باشه، ما یک دیوال دیگه دیپلیکیت از این را میسازم، دو میخوایم که یک مشخصات دلخواه خود دو تنظیم کنم دیگه، هر چیزی که خواسته باشم دو ماره. ببینید سر از اینکه گفتم بله آقا، یک دیوال جدید چی میشه؟ افزود میشه. دوپلیکیت کلیک میکنین، این جنریک 200 میلیمتر است، یک دانه دیگه خودش یک پسمانده برش داده 2. صحیح. ما میخوایم که فرض مثال باشه اکستریر باشه نامش. بالا دستم کار نمیکنه خنک زده. خب 350 یعنی 35 سانتی باشه. صحیح. 350 میلی. اوکی میکنم. خب فعلا یک دیوال جدید از اضافه شد در این لیست به نام اکستریر 350 میلیمتر اضافه شد. حالا میتونید که هر تغییراتی که بیارین فقط در این دیوال را که شما جدید ساختین در این دیوال تغییرات وارد میشه. خب اولین گزینه اگر میتونید رینیم کنید، پایین گزینه رینیم وجود داره، سر از کلیک میکنید پس میره براتون رینیم میکنه. خب اولین گزینه که اینجا وجود داره به نام استراکچر است. استراکچر ببینید مقابلش یک دونه گزینه است ادیت. سر از این مجرد ما کلیک کنم این یک باکس که دیگه بر باز میشه. صحیح. خب دایی چی کار میکنین؟ کل کارتونه که وقتی که یک دیوال میسازین تکنس میتین برش، اقشار مختلف برش معرفی میکنین، از اینجا اینجا با کل کار اینجا تنظیم میکنین. فعلا ببینید فقط شما یک دانه این به نام لایر میگن، لایر که در اتوکاد خواندین به این فرق داره. اینجا لایر استراکچر یک داریم، یعنی این دیوار را که انتخاب کرده بودیم جنریک 200 میلیمتر فقط یک لایر داشت که خشتش بود، نه یعنی یک قشر داشت. همیانا براتون میگم یک قشر داشت که جنریک 200 میلیمتر بود، نه یک فقط خشت بود، یک مواد داشت. اگر خواسته باشین که اقشار مختلف را اینجا اضافه کنید، خب پیش از اینکه ببینین میتونید که می دیوال را که رسم کردین فعلا ما سلکت کردیم، یعنی کدام دیوال سلکت نکردیم، باشه که سلکت کنم براتون اون تغییرات بیاره خوبتر میفهمید. سلکت شدگی است، نه من سلکت کردیم. میایم ادیت نیو، از اینجا مو اکستریر را میگیرم، او را کنسل کردم. از اینجا پس دوپلیکیت میگم EX 350 میلیمتر. صحیح. اوکی میکنم. خب دوپلیکیت یک دیوال جدید ساخته شد به نام EX. سر از این در طول وقتی که میخواین اقشارش و موادش و ضخامش تغییر بدین، سر ادیت کلیک میکنین، در این باکس ادیت اسمبلی در اینجا براتون شما را قرار میده. اینجا فعلا گفتم این دیوال جنریک 202 از اون ما دوپلیکیت گرفته بودیم، نه فقط یک قشر داشت که عبارت از خشتش بود، دیگه قشرهای دیگه نداشت، یعنی پلاستر و چیزاش فقط یک قشر از این خاطر اینجا فقط براتون یک لایر اضافه شده. صحیح. خب اگر میخوایم این دیوال پریویش هم ببینید، سر پریوی کلیک میکنید اینجا براتون نشان میده، الیویشنش نشان میده براتون. اگر خواسته باشین قطش ببینین، یعنی در اینجا قطش براتون نشان میده. اینجا سمپل هایت است، این اگر وقتی که فعلا 6000 گرفته اینجا، اگر این رو تغییر بدین مثلا این 6000 نباشه، فرض مثال 4000 میلیمتر یا 4 متر باشه، وقت مجرد کلیک کنین این ارتفاع زیرا براتون تغییر نمیده، فقط سمپله. اینجا که شما میبینید فقط ارتفاع زیرا براتون چی میده، موقتا اینجا میتونید پس زیاد کم بسازید، اصل دیوالتون تغییر را نمیاره. صحیح. خب سمبلش گرفتم، این دیوال است. صحیح. میتونید از اینجا سر کلیک کنین، زومش کنین. خب ما میخوایم که دیوال دو قشر داشته باشه، قشر خارجیش و قشر داخلیش برش معرفی کنم. وقتی که میخواین یک قشر جدید اضافه کنین، در اینجا اگر بالا قرار بگیرید، بالا در اینجا اینی کوربوندی را از این بالاتر وقتی که شما یک قشر اضافه میکنین، این به این معنی است که قشر خارجی را شما باشه. ببینید اینجا بالا گفته براتون اکستریر ساید، در اینجا وقتی که قشر کوربوندی بالاتر اضافه کنین، به این معنی است که قشر خارجی را شما اضافه کردین، و اگر کوربوندی از این پایین قشر اضافه کنین، قشر داخلی میشه. صحیح. ما میخوایم که اول قشر خارجی شه که پلاستر باشه، رو باز وقتی که در اینجا قرار گرفتین میگن انسرت، در انسرت کلیک کنین، در اینجا یک قشر دیگر براتون اضافه کرد. صحیح. اینجا میتونم که نویش تغییر بدم، من میگم فینش باشه، نه فینش میفهمین پلاستر کاری گپارا میگه. خب
میگم که آخرین کار ولی آخرین کار پلاستر کاری یا پانس ما میخوام که اینی فینش یعنی پلاستر باشه اما هنوز پلاستر رو برش معرفی نکردیم فقط این نامش است. از این اگر میخواستین که موادش تغییر بدین اینجا میبینید متریال است نه در بای کاتگوری که کلیک کنین در اینجا این گزینه فعال میشه سر از این کلیک کنین شما را در این صفحه میبره متریالز صحیح. از اینجا ما میخوایم که این متریالز ما پلاستر بورد باشه یعنی پلاستر باشه صحیح این پلاستر را انتخاب میکنین. اگر خواسته باشین که رنگش تغییر بدین فعلا به رنگ وقتی که را شما اضافه کنین اد کنین وقتی که در 3D ببینین به شکل رنگش سفید میاد. میخواین که نه رنگ سفید نباشه رنگش مثلا فرض کنین این رنگ به خود بگیره اوکی میکنین. اینیاش هم براتون میگم چی است تا بفهمین. خب این را اد کردم. ببین قشر خارجی را من اضافه کردم. قشر خارجی فعلا تکنس نداره یعنی ضخامتش نداره. ما میخوایم که یک ضخامت هم برش بدیم. ببینید تکنس یعنی ضخامت. این ضخامت ازی باشه 20 سانتی میگیره قشر. 50 فرض کنیم 5 سانتی باشه. 5 سانتی یا 3 سانتی یا 2 سانتی. هر قدر که شما خب ما فرض میکنیم ما 5 سانتی میگیریم. خب یعنی 2 سانتی. یعنی 20 میلی. صحیح؟ قشرش ضخامتش قشر خارجی را ما 20 میلی گرفتیم. خب اینی که از براتون گفتم اینی لایری که در بین دو تا کور باوندری قرار داره این اصل مواد براتون نشان میده. داخلش براتون نشان میده. داخلش چی بود؟ خشت بود نه؟ خب نامش از استراکچر یک صحیح به این نام است خاطر که این نامای فقط این نام است اینجا. خب موادش حال تنظیم ده اونجا خشت بود. ما میخوایم که خشت نباشه کانکریت باشه. متریالش تغییر میدم سر این بای کاتگوری کلیک میکنم متریالش تغییر میدم از اینجا فرض مثال کانکریت باشه نه این سیرا میدم کانکریت فرض میکنیم کانکریت باشه سر اوکی کلیک میکنم این کانکریت اضافه شد. ما میخوایم که 200 میلی یعنی 20 سانتی ضخامتش نباشه 25 سانتی باشه یا 30 سانتی باشه صحیح 30 سانتی باشه ضخامتش. خب آلمان قشر داخلی است پس در اینجا قرار میگیرن در کور باوندری چیزی گفتم خب کور باوندری قرار میگیرن حال میگن انزرت صحیح. ببینین قشر براتون داخل همون کور باوندری چی کرد اضافه کردن شما میخواین که این خارج از این قرار بگیره. در اینجا گزینه‌های اپ و داون دارین در اینجا صحیح اپ و داون دارین میخواین که پایین قرار بگیره داون میزنین این پایین میاد ببینید داون کلیک کردین با طرف پایین قرار گرفت صحیح. خب موادش هنوز برش معرفی نکردیم. ما میخوایم که این از نوع چون پلاستر است اگر قشر داخلیش است این از نوع پلاستر باشه یعنی اینجا پلاستر بور برش مشخص میکنیم یعنی پلاستر بور گرفت. و رنگش هم رنگ را که ما دادم چون از یک نوع است هر دوشون پلاستر است اتومات بهم رنگ میگیره خودش. اوکی میکنم. حالا میخوایم که ضخامتش برش مشخص کنم. ضخامتش رو 20 گرفتم میرم 20 میگیرم یعنی 2 سانتی صحیح. اوکی میکنم. اوکی با اوکی وقتی که ایره برین در لیول 1 خب فعلا براتون نشان نمیده نه نشان نمیده. خواسته باشین که این اقشارش هم ببینید در اینجا یک گزینه وجود داره دیتیل لیول فعلا این در اینجا کورس انتخاب است ساده است به شکل. اگر خواسته باشین که اقشارش هم ببینید سر میدیم و یا فاین کلیک میکنین هر کدامش که کلیک کنم فرق نمیکنه. من میخوام سر فاین کلیک کنم ببینید جاری که سر فاین کلیک کردم زومش کنید اینو براتون نشان میده صحیح. دو دانه قشر یک قشر داخلی فعلا به شکل خط سیاه براتون اینجا نشان میده نه خواسته باشین چی نباشه سیاه نباشه به شکل فقط یک خط نازک باشه متریال خود موادش هم ببینم از اینجا سر اینی گزینه کلیک میکنید 10 لاینز از این کلیک کردید ببینید حالا به شکل واضح میتونین ببینید اقشار دو قشر بر من اضافه کردم. اگر حالا ما برم در 3D برم به شکل صفحه اینجا آمدن رنگ نگرفته از خاطر که من حالا به شکل در اینجا اگر ببینید هاید لاین انتخاب کردیم. این گزینه‌ای است که مربوط 3D میشه که براتون هنوز نگفتیم این براتون میگم بفرمایید که باز 3D براتون کامل تشریح میکنیم براتون میگم فقط حالا بفهمید که این شیدینگ وقتی که فعال کنید باز موادش براتون در 3D نشان میده. بذارید که مثلا شیدینگ کلیک کنم ببینید اینالی موادش تقریبا قشر ما دو دانه قشر ساخته بودیم نه قشر داخلی کاری و رنگش هم تغییر داده بود بینی رنگ صحیح. این یک سوال داره خب
اینجا صاحبا وقتم بیخ پرست و دیروز پیش از این